الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خب السلام علیکم دوستان عزیز. یک چند برادر از من خواهش کردن که تسبیح تراویح برای ما نوشته روی کنید و یا گفتن که ما تا امسال در مسجد یک جا همراه مردم میخواندیم و امسال که در کرانتین قرار داریم مجبور هستیم که خودمون همین تسبیح بگیم. به همین خاطر از من خواهش کردن که نوشته فرستانید. اولا یک نکته رو قید کنم که خواندن این تسبیح شرط نیست. یعنی شما اگر بین هر یک 4 رکعت نشسته استراحت کنید و یا اینکه یگون آیه قرآنی خوانید یا اینکه نمیدونم یگون چای نوشید، هر چی کاری که کنید همون یگون کمبودی در نمازتون وارد نمی شود. یعنی فقط شما نشسته استراحت کردنتون ترویحه همون با معنای استراحت کردن، تراویح از همون ریشه استراحت کردن آمده شده است. دویم اینکه این تسبیح در هر منطقه به شکل‌های گوناگون عادت‌های همون منطقه را نگاه کرده خوانده می شود. برای مثال در مکه مکرمه هر بین 4 رکعت خسته یک گرد خانه خدا یک طواف میکردن. در مدینه منوره به دیگر شکل بود و خاصتا در منطقه های ما در ماوراء النهر همین تسبیحی که حاضر براتون میخوانم بسیار مشهور است. خب مادام که این تسبیح خواندن شرط نباشد، پس به هر شکلی که مثلا مردم میخوانند جای ایراد و جای یعنی مشکلات گفتن نیست. هر شکلی که هر جایی که میخواند در بعضی جا بعضی کلمه‌هاش دیگر خیلی میگن و در منطقه ما همین شکلی که من برای شما میخوانم در طرف ما همین خیلی مشهور است. بنابراین من برای شما همین میخوام قرائت کنم و اینچنین مقامی که میخوانن یعنی همون آهنگی که میخوانن یا اینکه شکلی که میخوانن مختلف است. خب به هر حال در طرف های ما همین خیلی میخوانن سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. این هم به خط کریلی نوشتگی هستم برادر عزیز و هم به خط عربی اساس، یعنی هر کدامش که شما بلد هستید میتونید استفاده برید. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.